به نظر من فمینیستی وجود نداره. خب شما بفهمید. خود من قربانی تجاوزم. اگه منظورتون از این که مثلا مردا پرنسس شدن اینه که مثلا میان احساساتشون رو بروز میدن، اگه پارتنر شما بیاد گریه کنه جلوتون، شما چه احساس دارین؟ کمتر عاشقش میشید یا بیشتر عاشقش میشید و هیچ تفاوتی نمیکنه؟ سلام، برابکس یوتیوب، سهیل اقتصادی هستم. بعد از 2-3 ماه داریم برمیگردیم به ویدیو. من یه سفر 3 ماهه رفته بودم. آقا اولا هر کسی تو زندگیش باید یه سفر 3-4 ماهه بره. یعنی اصلا نمیدونی، نه از این سفرا که یه بک پک ورداری بری از این کشور 16 تا کشور این دهن سرویس بشه رفتی. سفری که فقط بریم مثلا یه لوکیشن یه جایی مثلا 4 ماه بمونی. خیلی جالبه، زندگی آدم عوض میشه. یه ویدیو راجع به خانم درست کرد، صحبت می‌کنیم. آقا امروز یه خانومی داریم به اسم مهسا، توی ایران هستن، معلم زبان و الانم یه دونه دارن به قول معروف کارآفرین میشه. اصلا خودت بگو که راحت‌تر باشی. خب سلام خدمت شما و همه بینندگانتون. خیلی سریع بگم، من الان 35 سالمه. بعد اینو حتما بگم به خاطر اینکه میگن چطوری پس تو این همه سابقه کار داری. حدود 19 سال و نیمه که من توی زمینه تدریس زبان هستم. توی مدت حالا مدیریتم زیاد کردم. الان حدود 1 سالی هستش که استارتاپ در زمینه آموزش زبان خودم رو انداختم. الان کارآفرین محسوب میشم. در کنارش خب هنوز خودم هم تدریسم رو ادامه دادم. الان به صورت آنلاین آیلتس تدریس میکنم و در کنارش تولید محتوا میکنم در زمینه روانشناسی، فمینیسم و جامعه شناسی. چون که توی این 2 سال و نیم 3 سال اخیر من دانشجوی روانشناسی جندر استادیز یعنی مطالعات جنسیتی بودم و در کنارش هم چند تا کورس توی رشته‌های جرم شناسی و جامعه شناسی هم گذروندم. خب اگه قرار بود یکی رو انتخاب کنی بگی من توی یه چیزی خوبم، کدوم انتخاب می‌کردی؟ روانشناسی. خب روانشناسی یعنی چی هستن؟ چون مثلا به نظر من نوعی، من نظر شخصی مثلا روانشناسی اصلا معنی نداره، چون که مغز انقدر سخته و انقدر هر ثانیه داره با ثانیه قبلش عوض میشه، بیس رو 15 تا اینپوتی که هر ثانیه داره میگیره. هیچ آدمی نمیتونه مثلا بفهمه داره چه اتفاقی میفته تو سر یه نفر دیگه. یه آدمی اگه باهوش باشه خودش رو میتونه روانشناسی کنه و یه نفر دیگه بخواد بشینه به حرفاتو گوش بده و برسه. من مثلا نظرم اینه که از هر 100 نفری که میرن با روانپزشک صحبت میکنن مثلا 10 نفر به نفعشون میشه، 90 نفر دارن وقتشون تلف میکنن. چون یعنی مثلا نه یارو میفهمه مشکل چیه، نه این میتونه درست به یارو بگه بفهمونه که مشکل چیه، یعنی نه این میتونه به اون بگه، نه اگه اونم نفهمه نمیتونه حلش کنه دیگه. و همیشه واسم جالب بود و فکر میکنم که یکی از توهم‌های منه که من اینجوریم که مثلا میگم برو روانشناس چرت و پرته. بعد یه آقای هستش که من خیلی دوستش دارم، تایسون دگراس، اگه میشه عکسشو بنوزین اینجا. این خیلی آدم خفنیه، فوق العاده باهوش، دکترا داره. کسیه که مثلا ما بچه بودیم میگفتن پلوتو یه دونه سیاره است، بعد گفتن که پلوتو دیگه سیاره نیست، یه ماهه. بعد کسی که اینو کشف کرد این آقاه، خب آدم خفنیه. بعد این میگفتش که یه روز داشتم برنامه‌شو نگاه میکردم، توی دارن باهاش مصاحبه میکنن، بعد میگه همین حرفا رو میزنه، میگه روانشناسی مزخرف چرت و پرته و بهتون ثابت میکنم به دلیلش هم اینه. میگه وقتی میدید توی کتابخونه قسمت فیزیک فقط 3 تا کتاب فیزیک وجود داره راجع به مثلا جاذبه، قسمت مثلا شیمی فقط 3 تا کتاب بخونی همه چی شیمی رو دیگه توش نوشته، ولی قسمت روانشناسی که میدی 2000 تا کتاب هست. دلیلش اینه که روانشناس با روانشناس نظر متفاوت داره و همین نشون میده که چرت و پرته. وقتی 2 نفر که توی یه کار دارن میکنن، این میگه اگه بزنی خوبه، اون که میگه اگه بزنی بده، پسشون نمیفهمن دیگه. فقط یکی دور هم جمع میشن یه زری میزنن، همونجوری که الان میگن زمین صافه. حالا من اینو میخوام با تو صحبت کنم، ببینم نظر تو چیه که الان تو همه چیزی که گفتی میگی تو روانشناسی همه بهتری. خب من این صحبت شما رو من هم همین فکر رو می‌کردم تا قبل از اینکه خودم بخونم. اولا که من تا قبل از اینکه خودم شروع کنم به خوندن خیلی تراپیست عوض کرده بودم. یک عالمه شاید 5-6 تا تراپیست مختلف داشتم و از هیچ کدومشون هم حقیقتا نتیجه نگرفته بودم، چون که بهم نمیگفتن مشکل کارم کجاست. یعنی مثلا فقط میشستن گوش می‌کردن و کسی نمیگفت آقا تو فلان اختلالو داری. کسی من نمیگفت این حرف، یعنی بیماری من رو بهم نمیگفتن. بعد من میگفتن مثلا تو چه میدونم بیماری شما فکر کن مثلا سلامتی فیزیکی رو در نظر بگیر. اگه به شما بگن تو آنفولانزا داری، تو حتی خودت هم میتونی به خودت کمک کنی که آنفولانزا تو درمان کنی، ولی وقتی بهت هیچی نمیگن تو میمونی. اصلا من باید چیکار کنم؟ من موقعی که شروع کردم خودم به روانشناسی خوندن، یک سری اختلال ها و بیماری ها رو در خودم تشخیص دادم و با یه سری از تکنیک ها تونستم خودم رو درمان کنم و درمانش هم اصلا کار آسونی نیست. تمرین خیلی طولانی میخواد، مثلا بعد 1 سال روی یه چیزی توی تمرین بکنی که بتونی خودتو درمان کنی. ولی نتیجه‌ای که من ازش گرفتم فوق‌العاده بود،
اصلا این آدمی که الان اینجا نشسته به هیچ عنوان آدم 3 سال پیش نیست. اون مرد و یک آدم دیگه متولد شد. مشکل اون در نتیجه نمیتونم بگم روانشناسی مشکل چی؟ اون آدم 3 سال پیشه چی بود؟ من به شدت عزت نفس پایینی داشتم و یه اختلالی داشتم به نام اختلال بوردرلاین. و الان صورتت نشون میدی چون که احساس میکنی عوض شدی؟ آره یعنی الان یکی از دلایلش اینه که احساس میکنم که حالا اب نداره، من موقع یه ترسایی داشتم، از نفس خیلی پایینی داشتم، در کنارش اختلال بوردرلاین داشتم، ADHD داشتم، یک ملغمه ای از کلی بیماری روانی بودم. البته الان نمیتونم بگم همش کامل درمان شده، ولی تا 70% تونستم خیلیش رو درمان بکنم و خیلی زندگی بهتری دارم. یعنی واقعا الانی که امروز اینجا هستم خوشحالم و خب روانشناسی بهم کمک رو کرده. پس نمیتونیم بگیم یک علم کاملا چرته. خب ولی تو خودتو باز درست کردی، خودت میگی رفتی دکتر کسی نتونست کمکت کنه، خودتو کردی. حرفی که من اول زدم دیگه. آره دقیقاً. آره تراپیست خیلی نتونست کمک کنه، ولی آره خودم من هر کیم دور و برم بچه بودیم کاملا روانی بود، بزرگ شدیم روانشناس شد. یعنی هر کی که خودکشی کرد و اسم 17 تا پسر رو بدنش تتو داشت و نمیدونم 50 تا دوست پسر داشت و موهاشو یهو میرفت تمیز زد، بعد یه دونه نگم داشت زرد میکرد، این شخصیت‌ها الان همه دفتر دارن میشینن، من مدیر چی میشینم حرف میزنم، مشاور خانواده‌ام. چه ایرادی داره خودشو درمان کرده، بهتر شده. تو میگی چون طرف خودش روانیه فهمیدی که آدمای روانی دیگر هم میتونه کنترل کنه. یعنی در واقع تو میگی اوکی میفهمم، تو میگی بس آره دیگه، تو اگه روانپزشک روانی باشه بهتره دیگه، چون خودش دفعه دیل کرده. ولی من هیچ وقت دقیقاً خود من با یه سری مسائلی خودم دست و پنجه نرم کردم که میتونم همدردی واقعی بکنم با کسی که حالا باهاش صحبت میکنم، چون خودم گذروندم اونا رو. میفهمم، ولی این سوالو دارم. یکی از همین آدما که دارم مثال میزنم، یکیشون الان دارم صحبت میکنم راجعش، مخصوصا این آدم مثلا یه کار اشتباهی میکرد، مثلا لیوان میذاشت رو سرش میخوابید، بعد بلند میشد میدید آب خیس شده عصبی میشد. و من بهش میگفتم تو 3 سال گفتم آقا میخوابی این لیوانو نذار رو سرت، بذار بغل تختت. بعد میگفت آره تو درست میگی، حرفت درسته. بعد صبح بلند میشیم دوباره خیسه. یعنی این آدم خودش نمیتونه هیچ وقت چیو بفهمه. یعنی هر چقدر بهش میگم خیلی ساده، مثلا هر چی بهش میگفتی نمیفهمید. این آدم من مطمئنم که آدمیه که نفهمه و انقدر زجر کشیده و رفته تو پاچش از درد اینو فهمید که آقا چجوری خودش رو روانی رو درست کنه. خب پس با مثالی که تو میزنی این آدم پس باید اینم بفهمه دیگه. پس نفری که به جلوش میگه آقا تو هنوز باید نفهم باشی که روانی باشی، پس تو هنوز نفهمی، تو نفهمیدی، پس من نمیتونم کمکت کنم. یا کار روانپزشک اینه که به تو بگه تو نفهمی بفهم. اصلا تو کسی اومده پیش درستش کنی؟ ببین من خودم تراپی نمیدم به کسی، خب ولی این مدلی هستم که اگر من خیلی اختلالا رو سریع تشخیص میدم. اگر اختلالی در کسی تشخیص بدم بهش میگم ببین تو احتمالاً این رو داری، یکم برو راجبش بخون، ببین اگه واقعا به شخصیت تو میخوره برو دنبال راههای درمانش. خیلی الان دیگه یوتیوب واقعا یه چیزی که دیگه بهشت واقعا برای کسی که بخواد یاد بگیره. میگم تو احتمالاً این رو داری، برو راجبش بخون، اگر دیدی واقعا داری برو یکم درمانش هم پیدا بکن. من تراپی نمیدم، ولی چیزی که هست، حالا این یه نکته جالب بهتون بگم. من قبل از اینکه روانشناسی بخونم فکر می‌کردم من یه آدم فوق‌العاده یونیک و منحصر به فردم و هیچکی منو درک نمی‌کنه. بهم میگفتن اگه مثلا بخوای اسم یه فیلمی رو که حالا بر اساس داستان زندگی تو ساخته شده باشه اسمشو چی می‌ذاری؟ میگفتم The Misunderstood Girl، یعنی دختری که هیچکی نفهمیدش. و خیلی خودم اصلا خودمو نمی‌شناختم و احساس می‌کردم هیچ کسی دیگه منو نمی‌شناسه. بعد که رفتم خوندم دیدم که توی خیلی از درسایی که خوندیم که مثلا اون اختلال رو من داشتم، مثلا 20 تا ویژگی نوشته بود، از این 20 تا ویژگی 19 تاشو داشتم. یعنی اینجوری مغزم داشت منفجر میشد که او مای گاد، منی که فکر میکردم انقدر منحصر به فردم، من یه پروفایلم اصلا تو این کتاب. بعد اونجا فهمیدم که نه، اونقدر منحصر به فرد نیستم. من یه اخلاق‌های دارم، یه سری بیماری دارم که عیناً مثل من میلیون‌ها نفر دیگه هم دارن و این خیلی واقعا به آدم کمک میکنه. یه چیز بگم ببخشید شاید طولانی هم بشه. توی بحث عزت نفس ما میگیم، همیشه میگن این فلان مشکل از عزت نفس پایینه، ولی کسی نمیگه عزت نفس تو چطوری خب حالا افزایش بدی، چون این ما واقعا عزت نفس پایین ریشه خیلی از مشکلاته. خیلی از نفس مشکلات. با اعتماد به نفس یه چیزه؟ نه، اعتماد به نفس توی یه سری کارهای خاصه. مثلا من در تدریس زبان انگلیسی اعتماد به نفس دارم، ولی شاید توی رقص اعتماد به نفس نداشته باشم. عزت نفس اینه که شما در درون خودت چقدر از بودنت در این
کره خاکی خوشحالی. چقدر خودت رو حقیقتا دوست داری موقعی که هیچ کسی نیست، تو خوابی، تو دراز کشیدی و هیچ کسی نیست، تو خودت با خودت تنهایی چقدر خودت رو دوست داری، چقدر خودت رو موجود خوب و مفیدی می‌بینی. توی بحث عزت نفس ما میگیم به چند روش میتونیم عزت نفس، حالا ما پدر مادرمون که همین گند زدن بذاریمشون کنار، حالا به عنوان بزرگسال من چطوری میتونم عزت نفسم ببرم بالا؟ یکیش اینه که ما میگیم برای خودتون قدم‌های خیلی کوچیک، استپ‌های خیلی کوچیک، چالش‌های خیلی کوچیک شروع بکنین. ما هممون میدونیم چه کار خوبه، هممون میدونیم چه کار بده. ما میدونیم درس خوندن خوبه، کتاب خوندن خوبه، پیاده روی خوبه، ورزش خوبه، غذای سالم خوبه. هممون میدونیم و هممون هم میدونیم چه کارهای بده. سیگار بده، مشروب بده، نمیدونم فست فود بده. ما میگیم بیا مثلا توی یک دونه از این زمینه‌ها، نه مثلا همش، یک دونه. مثلا در زمینه مثلا غذای سالم خوردن، یه هفته برای خودت چالش بذار. آقا من این هفته میخوام از هفته قبلم سالم‌تر غذا بخورم. خیلی هم پرفکت نباشه من بگم مثلا من این هفته میخوام 7 روز سالاد بخورم. نه، من میخوام این هفته اگه هفته قبل 5 تا همبرگر خوردم، این هفته میخوام 3 تا همبرگر بخورم. یعنی توی چالش‌های خیلی کوچیک برای خودت درست کن و هر دفعه که ما یک چالش رو با موفقیت میگذرونیم، اونجا به خودمون میگیم دمت گرم و با هر دمت گرمی که میگیم عزت نفسمون میره بالاتر. این یه روششه. یه روش دیگه هم که داره که ما عزت نفسمون رو افزایش بدیم اینه که بدونیم چه مشکلات روانی داریم. این مثال برات میزنم. من آدمی بودم که نسبت به مرگ و میر و بیماری به شدت بی احساس بودم. به شدت هیچ حسی نداشتم وقتی که هنوزم ندارم. کسی میمیره یا مریض میشه من هیچ حسی ندارم. حالا دلیلشو بگذاریم. بعد همیشه از خودم بدم میومد. میگفتم من چقدر انسان بدیم که فلانی مرد، هیچ حسی ندارم. بعد که رفتم خوندم دیدم این نداشتن حس همدلی و همدردی یکی از شاخصه های بیماریه که من دارم و این باعث شد که دیگه انقدر با خودم بدرفتاری نکنم که وای تو خیلی آدم بدی هستی. نه، تو آدم بدی نیستی، تو مریضی. ببین این خیلی بهتر از این که بگی تو آدم بدی هستی که احساس همدردی نداری. پس یه چیز دیگه که میتونیم برای عزت نفسمون به کار ببریم اینه که بدونیم چه مشکلاتی داریم، ریشه مشکلاتمون رو پیدا بکنیم و اونجا کم کم با خودمون مهربون‌تر میشیم. من اینجا یه دونه چیز میخوام اضافه کنم. همین حرفی که داریم میزنی، چند روز پیش یهو مثلا تو سن 40 سالگی اینجوری کردم من فهمیدم پس چرا. آقا من هر وقت یه کار خوبی دارم میکنم انتظار دارم یه اتفاق بد بیفته. یعنی مثلا اگه بریم مسافرت میگم خب الان پنچر میشه، الان پلیس میگیرتمون، بعد اصلا باورم نمیکنه برم مسافرت برگردم خونه، میرسم خونه همه چی خوبه، لباسام همه برگشته، هیچی جا نذاشتم، اصلا باورم نمیشه. خب خیلی عادت دارم که یه چیزی خراب شه، میگم اوکی الان منطقی این خراب شه، الان منطقی این الان از کار بیفته. برام همیشه عجیب بود که چرا من اینطوریم و این باعث میشه که من نتونم خیلی حال کنم. هر دفعه که دارم حال میکنم همیشه من نگرانم و خب بعضی موقع مثلا فاز منفی هم میشه، مثلا توی جمع یا مثلا تو خانواده مثلا میگم آروم برو دیگه، نزدیک خونه این مثلا همین مسافرت که رفته بودم داشتیم برمیگشتیم دیگه، نیم ساعته خونه که بودیم یهو اخا بیدار شدم، خانمم داشت رانندگی میکرد، اخا بیدار شدم دیدم داره مثلا 120 تا میره، خیلی هم سرعت غیر عادی نیستش. گفتم که لطفا 90 تا برو، نیم ساعت به خونه مونده نذار نیم ساعت چیزی به تو پاچمون دیگه. یعنی اصلا باورم نمیشد که الان من مثلا 3 ماه مسافر بودم هیچ اتفاق بدی نیفتاده، هیچ اتفاقی نیفتاد. یعنی مثلا منتظر بودم بابام بمیره، مامانم زنگ بزنه بگه که مرده بعد برگردی، منتظر بودم خونم آتیش بگیره. یعنی تو این لول ولی نمیفهمیدم که چرا من اینقدر همیشه اینو دارم که بعد مگه میشه یه اتفاق بعد باید بیفته. بعد اینو چند وقت توی تیک تاک اون یکی داشت حرف میزد، شانسی فهمیدم اینو. من بچه که بودم مامانم این کارو میکنه، مثلا وقتی میخواد بره خونه ما، موقعی که میره تو اتاقش بلند میشه میگه بابام میگه ایرج پاشو بریم، ایرج پاشو بریم، بعد میخواد بره، بعد من صداش میکنم مامان بیا، مامان بزرگ داره میره، میگه نه نگو، میگم وا مگه دیوانه ای، آدمه بهش خداحافظ میفهمه، میگه نه خب گریه میکنه، میگم به جهنم، 2 دفعه گریه میکنه یاد میگیره این منطقش، آدما اینجوری میرن. و اونم به من میگه نه تو مثلا بدجنسی، تو رحم نداری این کارا رو میکنی. خب اینم پشت ذهن داشته باش. بعد فهمیدم که این داستانه به خاطر اینه، برای اینکه مثلا میگم من بچه که بودم تو میومدی خونمون میگفتم مهسا جون نرو، بعد یهو مامانم میگفتش که سوال بیا یه کادو واسط خریدم بریم تو اتاق، و مثلا یه شکلات به من میداد، من شکلات میخوردم، گفتم به به، میومدم بیرون میدم مهسا نیست، بعد نگاه میکردم گفتم مهسا کو، بعد گفتم مهسا رفت. بعد من اون موقع 2 برابر ناراحت میشدم. چرا؟ چون آقا مهسا میگفت نه خداحافظ، من خداحافظی هم نکرد، به دست این همه من بهش علاقه نشون دادم، به من یه خداحافظی هم نگفت، چه فلانم تو مهسا. بعد این همینجوری تیکه تیکه تو زندگی من شده که الان من هر دفعه هر کار خوبی داره اتفاق میفته من دارم میگم اوکی شکلاتمو دادی، کی الان قراره غیب شه. بعد این الان رفته تو زندگیم. بعد من هر روزی که اینو فهمیدم تا ناراحت میشم میگم باره بابا این حس چرت و پرته، و اصلا خیلی ریلکس شدم و باورم نمیشد که این بود. دقیقاً. خب میگم ولی اینو مثلا خیلی با
کلاس در کل خودم باید میفهمیدم. یعنی اینجوری نبود که مثلا یه دکتر، خب من روانپزشک رفتم، خوبم رفتم، 1-2 سالم رفتم و هیچ وقت به قول تو هیچ چیزی نگفت که به درد من بخوره. حتی چرا خدای دروغ نگم، میگم که کلاس استفاده کنه. یه دونه روانپزشک رفتم چون من عصبانی میشم، خیلی عصبانی میشم، و رفتم پیش یه دونه انگر منیجمنت و یه خانومی بود گفتش که یه خانومی از صبح تا شب کار کرده، تمیز کرده، همه جا رو سابیده، خونه برق میزنه، شوهره وارد میشه کفشش اینجوری پرت میکنه، میره میشه رو تلویزیون، رو مبل تلویزیون روشن میکنه و این زنه برمیگره میگه مجید کفشاتو حداقل جفت کن بذار دم در. و گفت حرف کی درسته؟ کی اینجا مثلا آدم عوضیه؟ من گفتم خب معلوم مجید مادر سگ آدم عوضیه دیگه. و گفت نه این زنه آدم عوضیه. بعد پر و کور کم ریخت. گفتم یعنی چی؟ این بنده خدا صبح خونه کار کرده، خونه تمیز کرده، مجید دیوس اومده کفشو پرت میکنه، واسه چی تقصیر چیزه؟ گفت آره این خانم مرتبی دوست داره، برای این داره مرتب میکنه، ولی مجیدی که نمیکنه. مجید هم از صبح سر کار بوده، میخواد این لحظه برسه خونه، فقط میخواد تلویزیون نگاه کنه، 1 ثانیه نمیخواد دست بده. برای چی مجید باید به 10 ثانیه از زندگیش دست بده چون که مریم دوست داره خونش تمیز باشه؟ مریم کفششو جفت کنه. بعد من اینم یه خانوم بود داشت، یه دکتر خانوم بود داشت اینو توضیح میداد و برام خیلی جالب شد. اونجا فهمیدم که او پس من یه سری دیدایی که خیلی مطمئن دارم میگم نه دیگه برای این راحتی میتونه اشتباه باشه و من اون روز اینو از این خانم یاد گرفتم و هر دفعه مثلا یه چیز اینطوری میشه میگم نه دیگه همون داستان است، الان یارو کفششو پرت کرده، من داره بهم بر میخوره ولی نباید به من بر بخوره. ولی مثلا 3 سال رفتم این موضوع رو یاد گرفتم. یه روزم تو خونه نشسته بودم داشتم تیک تاک نگاه میکردم، این یکی یاد گرفتم که مامانم بچه‌ها رو میفرستاد بره. حالا تو چی راجع به خود یاد گرفتی که فهمیدی؟ چون الان میگی یه چیزی فهمیدم، میخوام بدونم چی فهمیدی. مثل من که دقیقاً بهت گفتم کجا فهمیدم، مامانم چیکار کرده. تو یه جوری بگی که یکی اینو ببینه بگی منم اینو دارم خودمو بهتر کنم. من خیلی آدم عاشق پیشه‌ای بودم. یکی خیلی انتخابای اشتباه میکردم، خیلی. یعنی میرفتم سراغ کسایی که به شدت این آدم‌ها unavailable بودن. یعنی طرف من رو دوست نداشت و اگر من رو دوست نمی‌داشت من بیشتر بهش جذب می‌شدم. اینو ما خیلی می‌بینیم ها و اینو می‌خوام بهت بگم که این در واقع به دلیل یک سری مشکلات روانشناختیه. یعنی اگر کسی جذب حالا bad boys یا bad girls میشه، بحث ربطی به جنسیت نداره، ربطی به عزت نفس پایین داره، ربطی به این داره که این در کودکی چه مشکلاتی داشته. مثال بهتون بگم، من پدرمو در کودکی خیلی سن کم از دست دادم و چون عشق پدر رو هیچ وقت نداشتم، میگن طرف ددی ایشوز داره، منم ددی ایشوز داشتم. شاید هنوزم دارم، نمیتونم بگم 100% حل شده. ولی سوال چیزی که الان هست مشکل چیه؟ وقتی با یه پسری میترسی مثل بابا یهو بره غیب شه یا اینکه چیه؟ نه الان بهت میگم. الان بذار راجعش حرف نزنیم، بذار همون قبل از اینکه من این مشکل رو داشتم حرف بزنیم. اون موقع من این مدلی بودم که میرفتم سراغ کسی که خیلی من رو دوست نداشته باشه و اون برام خیلی جذاب می بود و سعی میکردم با محبت بیش از حد بالاخره به دستش بیارم و حتی زمانی هم که به دستش می آوردم دیگه برام ارزش نداشت. فقط اون تلاش و تقلا برای به دست آوردن اون عشق برای من خیلی ارزشمند بود. ما همیشه میگن در بزرگسالی همون پترنی رو تکرار میکنیم که در کودکی داشتیم. مثلا تو اگه عشق پدری رو نداشتی و میخواستی عشق یک پدر رو به دست بیاری، در بزرگسالی میخوای عشق یک همسر رو به دست بیاری، عشق پارتنر رو به دست بیاری. کسایی که مثلا توی بچگیشون عشق پدرشون رو آن و آف داشتن، مثلا پدرشون یه روز باهاشون محبت میکرده، یه روز باهاشون بد بوده، این آدما معمولا میرن تو روابط با آدمایی که خیلی سرشلکن سفکن دارن، سرد و گرم میشن. یعنی ما یه چیز جالب بهت بگم، مغز ما عادت میکنه به الگوها، خب، و دقیقاً همونا رو توی بزرگسالی تو روابطمون پیاده میکنه. چون مغز انسان به طور کل اصلا از ناشناخته خوشش نمیاد، دوست داره همون چیزی که از قبل میشناخته همونا هی تکرار بشه براش. من این مشکل رو داشتم به شدت و مشکل دومم که داشتم این بود که به شدت میخواستم طرف مقابل نره و برای نرفتنش هر مدل باجی میدادم. من میدادم. اگر میرفت انقدر اذیت میشدم. کسایی که بوردرلاین دارن بهش میگن شخصیت مرزی. کسایی که این مشکل رو دارن این مدلی ان که درد بریک اپ و تموم کردن یک رابطه شاید 10 برابر از یک فرد عادی برای اینها درد داره. دیدی مثلا دخترایی که با
بویفرندشون تموم میکنن، بعد میرن در خونه پسر جیغ و داد میکنن، بعد میرن با مام باباش حرف میزنن، گریه میکنن. یه داستان بگم بچه دوست آره اینا اون ولی من اینو بگم من اصلا در این حد نبودم ها، چون یه طیف داره مثلا من هیچ وقت نمیرفتم آبروریزی کنم یا در خونه کسی، ولی دردش خیلی برام شدید بود. خب حالا این دردی که میگه من اینجوری دفعه دیدمش. آقا من یه خونه گرفته بودم، بعد خالم و شوهر خالم رو بعد مثلا 1 سال دعوت کردم تو این خونه، یا اونو بعد 1 سال اومدن، من نمیدونم، ولی منظورم اینه که یه اتفاقی که خیلی یه بار فقط میفته مثلا خیلی کم. اینا اومدن خونه ما، نشستیم دور هم، همه داریم غذا میخوریم، مامان من میگه نوشابه داری؟ بعد میگم نه مامان من آشغال نمیخرم، من آری چاقم نمیتونم این آشغالا تو خونه داشته باشم، نه ندارم. مامانم شاکی میشیم که خاک بر سرت، یه دفعه مهمون دعوت کردی نوشابه داشته باشی، تو نمیخوای به جهنم واسه مهمونت بعد بگیری. خیلی خب من تو خونم تو پایین خونم لابی برم بیرون اولین چیز مغازه است، میرم یه نوشابه میگیرم میام. اوکی. و من از این کارا نمیکنم، یعنی من خیلی تنبلم، مثلا عمرا نمیرم پایین. یعنی مثلا توی اون سالی که این اتفاق افتاد اولین بار بود داشتم تو این مغازه، رفتم تو مغازه، رفتم پایین که برم تو مغازه، دیدم یه پسری که میشناسم با یه دختری که میشناسم تو ساختمون ما زندگی میکنه وایساده در میگه آقا دنبال فلانی هم، جواب تلفنشو نمیده. میگم نمیدونم، من اومدم نوشابه بخرم. میگه که ببین آخه برای من این عکس رو فرستاده، بعد عکس نشون میده یه دختر توی وان همون خوابیده، تمام آب قرمز، خداحافظ. یعنی بعد من این صحنه رو میبینم، پراکورکم میریزه، میرم تو به این کانسیرج میگم که آقا بیا بریم طبقه فلان، چون این پسر رو نمیدادن دیگه، منو میبره، میرم طبقه فلان، میرم درش بازه. و اینجا خیلی برام چیز بود که اگه تو میخوای خودتو ترتیب خودتو بدی، برای چی در خودتو قفل نکردی که ما نتونیم بیام کمکت کنیم؟ یعنی در قفل که ما نمیتونیم بیایم تو دیگه، پلیس هم نمیتونه بیاد تو. ولی در تازه‌اش خب ما اومدیم تو، رفتم تو در دستشویی باز کردم، بعد دختری که مردی ناراحت شد، باشه گفت باره بیرون، چون نمیخواست منو ببینه، میخواست اون یاروه بیاد، میفهمی این پسره رو میخواست بیاد. بعد من پراکورکم ریخته بود که چقدر تو باید داغون باشی که این کارا رو بکنی که فقط یه پسر بیاد یه روز دیگه بگه اوکی آقا امروز نمیندازمت برم دیگه، اون چون تاشی خودت از بین میبردی، یه روز دیگه باید میمونم، حالا هفته دیگه میذارمت میرم. واسم خیلی جالب بود همین دختر اگر بدونه دلیل رفتارهاش چیه، هم تغییر میکنه، هم انقدر خودش رو برای خودش خورد نمیکنه. اگه بدونه واقعا مشکلش یک اختلاله، میدونی؟ یعنی شاید ببین کسی که این کار رو میکنه خودش هم خودش رو دوست نداره، خودش هم از خودش بدش میاد. اگه بدونه مشکلش چیه، بدونه به خاطر یک اختلالی داره این کار رو میکنه، دیگه کم کم از تنفرش از خودش هم کم میشه، رفتارهای خیلی سالم‌تر از خودش نشون میده. جالب می‌خواستم بگم، من این مدلی بودم که وقتی با یکی بریک اپ می‌کردم، روانشناسم داشتم، نمیدونم من نمیگفتن بیماری چیه، من میگفتم آقای دکتر من احساس میکنم دستم کنده شده، جدا احساس میکردم دستم کنده شده اگر اون آدم بره که رفته، الان من دست ندارم. اینقدر دردش برای من شدید بود. و خب اینو ما بهش میگیم تله رها شدگی. البته به اینم ربط داره که البته خب کسایی که شخصیت مرزی دارن همشون این تله رها شدگی رو دارن. خیلی خوب. خب حالا گفتی که یکی از زمینهایی که توش کار میکنی راجع به فمینیستاست و من دلم میخواست راجع به این هم صحبتی بکنم، برای اینکه همونجوری بهت گفتم من خودم قبلا تا مثلا شاید مثلا 4 سال پیش 5 سال پیش میگفتم آقا منم فمینیستم و از این حرفا، ولی اینم دوباره میگم هر اتفاقی که توی کانادا و آمریکا میفته با فاصله 7 تا 15 سال تو ایران میفته. این مثلا میگم درسته. این گولد کوست که مثلا اومد تو ایران 10 سال قبلش تو کانادا مثلا بود، بعد فعلا همه چرت و پرت و بیخیال شدن، بعد یا تو ایران. بعد خیلی عجیب بود که چطوری مردم وقتی یه نفر مثلا بهشون میاد میگه آقا این چرت و پرته، مثلا همین همستری که الان بود من ویدیو درست کردم گفتم توش آقا وقت خودتون تلف نکنین حتما یه دزدیه، بعد مردم نشستن ساعت و وقتشون رو گذاشتن و دزدی بود آخرش. این فمینیستی هم همین من داستانه. اینجا میتونم من ببخشید من میتونم اینجا کامنت بدم؟ حتما همه جا بده. من همیشه میگم که من با کسی میتونم وارد ارتباط بشم که انگلیسیش خوب باشه، بعد هم میگن که این مسخره بازی‌ها چیه؟ میگم ببین کسی که انگلیسیش خوبه جهان بینیش متفاوته، رفته تو یوتیوب حداقل چرخیده، دیده توی کشور دیده چه اتفاقی میفته، و کسی که مثلا فقط فارسی بلده واقعا در همین دنیای خودش محدود شده و من با این آدم واقعا نمیتونم ارتباطی برقرار بکنم. حالا اینکه میگی مثلا آره توی ایران واقعا یه سری آدم‌ها خبر ندارن که یه سری اتفاقهای
اوردی 10 سال پیش مثلا داشته توی جهان اتفاق میافتاده. حالا دقیقاً همین حرفی که تو میزنی، به خاطر همین داستان من همیشه چیزی جلو جلوتر میبینم. بعد این داستان فمینیستی، خب من دوستشم دخترها مساوی باشن، میدیدم مثلا اذیتشون میکنن، حالا همه جوره. تا تو ایران هم که دیگه مثلا خب خیلی وحشیانه تره دیگه، یعنی مثلا یارو گردن دخترشو میبره چون دوست پسر داشته، بعد میگن اوکی اشکال نداره. چیزی که دیدم اینجا وقتی اومدم بازش کردم واسه خانم‌ها، گفتم که آقا همه چی مساوی، همه چی برابر، همه شما رو رأی بده، همه چی مساوی. خانم‌ها ول نکردن، هنوزم دارن قور میزنن. خب من نمیفهمم اینو چرا. بعد مثلا یه خیلی معروف شده میگن که بذار قرامو بزنم بعد همشو با هم بگو. اوکی. مثلا میگن که خانم‌ها کمتر پول میگیرن، بعد میری دیتیل نگاه میکنی میبینن چون کمتر کار میکنن ساعتن. میگه خب مادر سگه کمتر ساعتن کار میکنن انتظارت بس چیه؟ بعد میان میگن نه بیا ورزشو نکن، یارو فوتبال بازی میکنه بهش 5 میلیون میدن، ما فوتبال بازی میکنیم به اون 5000 دلار میدن. و میگن خب یارو مرده، ما مردا میریم ساپورتش میکنیم، بلیت میخریم، اون مثلا 100 میلیون پول در آورده 5 میلیونش میدن بدین. شما زنا همین، شما که خودت هم همین فمینیستی، نمیرین همدیگه رو ساپورت کنین. وقتی تو میری بازی میکنی زنای دیگه نمیان بازی رو نگاه کنن، بازیت میشه تیکت نداره بفروشه، پولی در نمیاره، پول نیست که به تو بدن، مثلا 50 دلار بدن که فقط دهن تو ببندن. به مرد الان چه ربطی داره اینجا؟ ما یه مبحثی داریم به نام unseen privilege و unseen discrimination. یعنی unseen privilege یعنی امتیازی که تو نمیبینی. شما به عنوان مرد یک سری امتیازهایی دارید که متوجه نمیشین. همه انسان‌ها یک سری امتیازهایی دارن که نمیدونن. یکیش سلامتی. ما الان سلامتیم ولی اصلا به سلامتیمون اهمیتی نمیدیم. مثلا نمیبینیم این امتیاز رو تا زمانی که مریض شیم تازه میفهمن اوه چقدر سلامتی مهم بود. خیلی از مردها هم خیلی از امتیازاتشون اصلا متوجه نمیشن. حالا خانوم‌ها همه چیز به نام unseen discrimination یعنی تبعیضی که نمیبینیم، انقدر برامون نورمالایزد شده که نمیبینیمش. مثلا من یادم خیلی سالهای پیش هم که تازه شروع کرده بودم به تدریس، آزمون ورودی میگرفتن دیگه. نمره من با مثلا 2 تا همکار دیگه میدونستم یکیه. الان بهش فکر میکنم، اصلا اون موقع به ذهنم نمیرسید که من نمرم با اینا یکی بود. سابقه من حتی بیشتر بود. ترمای بالاتر میدادن به اونا، 2 تا پسر بودن، حقوقشون از من بیشتر بود. و من انقدر اینو به صورت یک دیفالت قبول کرده بودم که نه تنها نمیرفتم به رئیسم بگم که چه وضعشه، نه تنها حتی خودم با خودم هم نسبت بهش هیچ گاردی نداشتم، کاملا اوکی بودم. این اصلا نمیدیدم. آره من خداکی یه دونه ویدیو دارم که چرا خانوما احمق‌تر از آقایونن، تایتلش اینه. بعد خانومم هم چیشون تایتل ویدیو هست چرا خانوما احمق‌تر از آقایونن. بعد عکسش هم خانومم رو زمین زانو زده شده میز، من پاهامو گذاشتم روش دارم موز میخورم. بعد توی اون من صحبت میکنم که چون که دقیقاً همین حرفی که تو زدی، چون که سیستماتیکلی ما انقدر اینا رو بهشون شانس ندادیم و بهشون گفتیم بشین خونه و تو آدم نمیشه تو زنی فلان، این بنده خدا وقت نداشتن به قول گل بدن. من الان اینجا ببخشید باز وسط حرفت من به 2 تا نکته احساس میکنم باید اشاره کنم. یکی بحث همین هوش، خیلی بحث جالبیه که راجبش صحبت بکنیم، راجب هوش زن و مرد و مغز زن و مرد، چون ما اینا رو توی مطالعات جنسیتی خوندیم. اگر دوست داشته باشم میتونم راجب موضوع حالا توضیح بدم که واقعا کی باهوش داره. و راجب یه موضوع دیگه هم بود که الان یادم رفت میخواستم چی بگم، حالا اون بعدا یادم اومد بهت میگم. که مورد دوم راجب فمینیست هایی که میگن ما فمینیستیم و اصلا فمینیست نیستن. میگن که خیلی‌ها هستن که اسم فمینیسم رو خراب کردن با فلانشون. نه من با این موافق نیستم. من فکر میکنم کسی که اسم فمینیسم رو خراب کرده زنیه که به خودش میگه فمینیست و اصلا فمینیست نیست. مثال من الان خیلی رو میبینم که به خودشون میگن فمینیست، تو همین پیج منم هستن، حتی اگر هستین من سلام میکنم بهتون. به خودشون میگن فمینیست، بعد میان مثلا زیر پست من کامنت میذارن مردا پرنسس شدن. تو اگر واقعا فمینیست باشی هیچ وقت چنین کلمه از دهنت در نمیاد. اگر کسی داره این کلمه رو میگه و میگه من فمینیستم، شما بگین تو اصلا فمینیست نیستی، اصلا نمیدونی فمینیسم چی هست، اصلا نرفتی بخونی، نرفتی 1-2 روز تحقیق بکنی راجبش. و راجب این پرنسس بودن خیلی دوست داشتم حرف بزنم، خیلی کوتاه. چیزی که هست اینه که الان به چند دلیل میگن مردها پرنسس شدن، میخوام دونه دونه همه رو باز کنم. یکی این که میگن مردا به قیافه‌شون میرسن، گوشواره میندازن، پوستشون رو فلان میکنن، موهاشون رو بهمان میکنن. این که اصلا
ربطی واقعا به مردانگی نداره، به خاطر اینکه ما در تمام تاریخ قیافه مردها در حال تغییر بوده. دامن میپوشیدن، کفش پاشنه بلند داشتن، آرایش میکردن. ناپلئون بناپارت کفش پاشنه بلند میپوشیده تا 100 سال پیش رنگ صورتی مردونه بوده. واسه مرد ساخته شده، اپل واسه مرد ساخته شده، همین واسه مرد بوده. دقیقاً. پس اینها هیچ ربطی به مردانگی نداره. اینو بذاریم کنار. پس ظاهر یک مرد که هیچی. اگه منظورتون از اینکه مثلا مردا پرنسس شدن اینه که مثلا میان احساساتشون رو بروز میدن، خب تویی که خودت رو فمینیست میدونی اتفاقا باید بگی دمت گرم که میای احساساتت رو بروز میدی. آفرین به تو که میای احساساتت رو بروز میدی. باید بروز بدی. یک فمینیست واقعی نمیگه احساساتتون رو بروز ندین، خشن باشین. اوکی؟ اینم یه چیز، اینم بذاریم کنار. من توی پیجم اتفاقا دفعه یه نظرسنجی کردم که آیا اگه پارتنر شما بیاد گریه کنه جلوتون، شما چه احساس دارین؟ کمتر عاشقش میشید یا بیشتر عاشقش میشید؟ و هیچ تفاوتی نمیکنه. خب پیج من فمینیستیه دیگه، هم بیشتر فمینیستا فالو میکنن. 70% گفته بودن من بیشتر عاشقش میشم. خیلی هم گفته بودن که اصلا فرقی نمیکنه. من مدلی بودم که وقتی پارتنرم جلو من گریه کرد واقعا بیشتر دوستش داشتم، چون احساس کردم او مای گاد این چقدر با من راحته. چقدر احساس راحتی میکنه که جلوی من گریه کرده. پس این هم چرته که ما بگیم پرنسس. نکته آخر، اصلا این که شما به کسی بگی پرنسس اشتباهه، چون ما در فرهنگ مرد سالاری وقتی میخوایم یک مرد رو بکوبیم بهش القاب زنانه میدیم، میگیم خاله زنک، بهش میگیم اوا خواهر. میدونی؟ یعنی به مرد با القاب زنانه یه مرد رو مسخره میکنیم. خب اینم که همونه. چرا بهش میگیم پرنسس؟ لامصب بگیم پرنس. چرا بهش لقب زنانه دادیم برای تمسخرش؟ اصلا هیچ کدوم اینا با فمینیسم نمیخونه و واقعا این نیست. یعنی اگر کسی این حرف زد مطمئن باشه اصلا این فرد فمینیست نیست. فقط یه جو گرفتن دارن، به قول معروف اینه توتی تکرار میکنن. اینم اصلا چیز خوبی نیست، چون خطرناکه. و میگم مثلا دخترها اینجا واقعا تو چند سال گذشته سر این میتو موومنت و زنگ میزدن به پلیس، یعنی نمیدونم واقعا چند هزار نفر الان تو زندانن به خاطر اینکه دختر الکی گفتن یارو ما رو تجاوز کرده، یارو ما رو کتک زده، یارو فلان کرده. یعنی واقعا من راجع به موضوع خیلی صحبت دارم، ولی حالا اگر ایشالله بعداً یه فرصتی شد دوباره راجع به این موضوع با هم صحبت کنیم. قبول ندارم، چون واقعا بیشتر موارد خود من قربانی تجاوزم. خب واقعا تجاوزها، یعنی دیگه من داستانمو تعریف کنم دیگه کسی نمیتونه بگه، کسی نمیتونه بگه که نه تو خودت دلت میخواسته. نه عکس آدمو که میفته سکوت میکنن. اینا که میومدن میگفتن ببین هیچ جوری چک نمیکنن. همین امروز الان من زنگ بزنم بگم زنم داره منو میزنه، پلیس میاد اینجا خیلی ریلکس. اگه اون زنگ بزنه از شیشه میان تو. یعنی خیلی فرق داره کی هنوز این کارو میکنه. دفعه من تو آمریکا بودم با دوست دخترم دعوام شده بود، خیلی عصبی بودم. رفته بودیم استریپ کلاب با 10 نفر بودیم. بعد که از استریپ کلاب اومدیم بیرون، این دخترایی که بقیه بودن شروع کردن به دوست پسراشون و شوهراشون کلید کردن که آره من اصلا راضی نیستم شما اومدیم اینجا و چه مسخره بازی، دختره لخت همه جا بودن و اینا. دوست دخترم این چی نمیگفت. رفتیم خونه، این شروع کرد حرف زدن. بابا به من خیلی برخورد که بابا من اصلا تو این فازا نیستم، تو میدونی که نباید با من از این کارو بکنی، یعنی من سیکولا برو نیستم. امشب سر هم یه بار رفتم، واقعا این که داستانی که دارم میگم آخرین باری که من رفتم استریپ کلاب مال 12-14 سال پیشه و بهم برخورد که اصلا اول اگه بخوام برم به تو چه، این چیز اصلیمه که من شخصیتم تو میدونی، من کاری که میخوام بکنم و میکنم، رو عقل میکنم، نمیذارم بهم ضربه بخوره و اگه بخوام بکنم که میکنم. حالا شاکی بودم که چرا تو اصلا دهنتو باز کردی، الان چون 3 تا دختر دیدی دارن اونا زر میزنن، تو هم سعیدی پریدی روشون. خلاصه من قاطی کرده بودم، تمام وسایل اتاقو برگردونده بودم، میزو برگردونده بودم، تلویزیونو برگردونده بودم، مبلو برگردونده، همه چی برگردونده بودم. دوست دخترم هم مست بود، روی تخت نشسته بود گریه میکرد. من داشتم عربده میکشیدم که از این کارا واسه من نکن، من اعصاب این چیزا ندارم که بیام خونه یه جایی که دوست داشتم برم بعد تو هم بخوای زر بزنی چون 3 تا آشغال بغل بودم و سریع کپیشون کردی به جای اینکه بگی اوه نه. چون اگه می‌خواستی زر بزنی اونا از ساعت 11 شب شروع کردن زر زدن تا 1 تو 1 شروع کردی زر زدن، پس نشون میدید مال خودت نبوده، تو فقط تاثیر اونا بوده و تو چرا شروع کردی 2 ساعت. خلاصه من تو این داد بیداری که بودم یهو در اتاقو زدن، من درو باز کردم، این یارو چیز هتل بود، گفتش که آره مثلا خفه شو. بعد نگاه کرد تو اتاق دید همه چی برعکسه. بعد درو بستم. بعد من فهمیدم که خب دیگه الان خراب شد دیگه، رو سکیوریتی دور من دراز کردید همه اتاق برعکسه، خب چیز میشه دیگه، آبیس یه کاری باید بکنن. منم همون ثانیه شروع کردم همه چی رو برگردوندن، گفتم سر جاش. خب تو هتل چیزی نیست که یه میز و یه مبل و یه تلویزیون و 7 تا آیتم بیشتر نیست. من همه چی گذاشتم سر جاش. بعد دوباره در زدن. در که دفعه باز کردن 2 تا پلیس بودن با همون خانومه. بعد اینا اومدن تو و نگاه کرد، اول خود تعجب کردن که همه چی مرتب و اینا. بعد تو این فاصله هم که اتفاقا بیفته دوست دختر من دیگه خوابش
خورده بود رو تخت. بعد پلیس رفته بود دوست دختر من اینجوری در شونهاشو گرفته اونجوری تکون میداد، میگفت پاشو. بعد بیدار میشد، میگفت این کتکت زده؟ بعد میگفت نه. بعد دوباره میخوابید. بعد دوباره تکونش میداد، میگفت پاشو. بعد دوباره میگفت این کتکت زده، بگو ببرمش. بعد میگفتم خب یا شوکم داد بیار کردم. گفتم دیوس اون الان مسته، اصلا نمیفهمه چه زری میزنه، خوابم هست. تو یارو مست از خواب بیدار میکنی که ازش اطلاع بگی که مادر منو به سرویس کنی. منطقه چیه الان؟ ببین دختر اینجوری بهش ساپورت میکنن. من نمیفهمم چرا فمینیستی هنوز وجود داره اینجا. ببین بگم من به خاطر اینکه توی قضیه کرایم هم خیلی بودم دیگه. خب همین که 2 تا کورس گذروندم، همین که من به شدت ترو کرایم ببین قهاری ام سال هاست، اصلا ولکن ماجرا نیستم. در تمام کیس هایی که واقعا من تا به حال دیدم که شاید بگم شاید نزدیک به 2000 تا مثلا کیس من دیدم، تعداد زن هایی که داشته بهشون تجاوز میشده یا تحت خشونت خانگی بودن و به پلیس مراجعه کردن و با حرفشون باور نشده و مقایسه میکنم با زنهایی که واقعا بودن. ما داشتیم توی کیسایی که زن دروغ گفته، خب رفته اونجا دروغ گفته، حقیقتا قابل قیاس نیست. در نتیجه اومد این ور اون برم که میبینیم که واقعا سری زنهایی دارن خیلی به ناحق این کارو میکنن، این برم خیلی ها دارن حقشون پایمال میشه. راست میگی دیگه، راست میگی. نه حرفتو قبول دارم، میفهمم. ببین داستان اینه، آدم خوب و آدم بد. اصلا به نظر من ببخشید و بشاش تو فمینیسم، بشاش تو مرد سالاری، همه اینا رو بیخیاله. فرق آدم خوب و آدم بده. آدم خوب باهوشی هم جزش باید باشه، چون اگه آدم خنگ باشی سخت خوب باشی، مثل دوستی خاله خرسه مثالش. ولی آدم خوب دختر باشه، پسر باشه، پیر باشه، جوون باشه، آدمی که با شعور باشه، با مغزش باشه، میشه باش حرف زد، میشه مثلا بابای من خدا کی الان 90 سالشه، مامانم نمیدونه میگم مامان وای فای تو بس کن، میگی چی؟ وای فای چیه؟ میگم یعنی چی؟ 20 سال رو وای فای نمیفهمه وای فای چیه؟ و بابای مثلا میگه بده من برات درست کنم. بابام از مامانم 20 سال بزرگتره. مثلا الان باور مثلا تو هر وقت ببینی فکر می‌کنی بعد مامان ادوانس باشه، مامان جوان‌تره، ولی بابای من ادوانس تره. بابای من مثلا همین زنی که من گرفتم، من مامان بابام رفتن ایران، من یه دوست دخترشم نامزد اومده بودیم خواستگاری فلان بسار، بعد مامان من میرن ایران برمیگردن اینجا، نامزد من وجود نداره، یه دختر است که من اومدم آوردمش تو خونم، یه بچه‌م داره. اصلا بابای من شورت تو پاش پاره شد این صحنه رو دید. یعنی من خودم میفهمم این بابای اینو ببینه میگه چه اتفاقی داره میفته. بابای من اصلا نبگو حرف بزن، خیلی ریلکس اومد گفت فلان بسار. اولین چیزش این بود که خیلی خوب از عروسی نمیخوایم بگیرین؟ گفتم نه. اوکی بس من بهت $50,000 کش میدم، چون قرار بود برای عروسی 100 تا خرج کنیم، 50 تا ما 50 تا خانواده عروس، اگه عروس نمیگی من 50 تا سهم خودمو میدم بهت. تازه این قراردادم با نامزدم بود، یعنی 50 تا از اونجا، یعنی خانواده مامان بابای خانومم برای عروسی ما به من یه شکلات هم ندادن. من هنوزم سر این موضوع شاکی ام، خدا وکیلی، چون اونا هم تو شوک بودن که دختر ما جدا شده از شوهرش، بعد یهو رفته یه پسر قهوه‌ای گرفته، نجات پرست هم هستن، تو پوینتی که به این گفته بودن بفهم تو سفیدی داری میری با قهوه یا یاد نره تو کی هستی، یعنی این تا این لول نجات پرست هم هستن. بعد من دقیقاً منظورم همینه دیگه. این بابای من بابای ایرانیه که باید بی فرهنگ تر باشه، حرفی که تو میزنی انگلیسی هم بلد نیست. بابای دوست دخترم جوونتره، 40 سال جوونتره، 30-40 سال از بابام جوونتره، انگلیسی حرف میزنه، تو کانادا 20 سال کار کرده. خب یعنی اگر خودش هم مثلا اروپایی که اومده بگیم اونجا مثلا عقب مونده بوده دیگه، اینجا تونسته یه چیز یاد بگیره. این آدم برای من نه کادو خرید نه هیچی، نجات پرست بازی هم در آورد. بابای من اون وقت اومد گفت آقا من کادو بهت میدم. بعد تو همین سناریو که بابام داره میگه من کادو میدم، مامانم داره گریه میکنه که چرا اومدی زندگی ما رو بی‌ناموس کردی، این پتیاری چیه برش آوردی تو خونه ما. و الان که بهش میگم میگه چقدر من احمق بودم. حالا مامان من فمینیست یا نیست، بابای ما ریسیست یا نیست، اصلا نمیتونی بفهمی. آقا آدم خوبی آدم بد داریم. مامان من تو این سناریو آدم خوبی نبوده، تمام زندگیش آدم خوبی بوده، پول کسی نخورده، نمیدونم همیشه گفته زنا اول باشن فلان هر چی، ولی خودش الان اومد اینجا به قول تو نشون داد فمینیست نیست، نشون داد باهوش نیست، نشون داد اجتماعی نیست، نشون داد خیلی چیزای بد و نشون داد که داره تو اون لحظه که خودش تا امروز داره معذرت خواهی میکنه. بعد 10 سال داره میگه آره من اشتباه کردم. به نظر من مرسی راجبه فمینیستی وجود نداره. به عنوان حسن ختام فکر میکنم دیگه بگم این رو. راجبه من این تئوری خودمه، یعنی نظریه پردازی کردم
نظریه من اینه که ما 2 دسته زن داریم و 2 دسته مرد داریم. مثلا درسته که بگیم زنها یا مردها. خب حالا درسته که 1000 دسته داریم، ولی میتونیم حداقل به بزرگترین 2 تا دسته تقسیمشون بکنیم. به نظر من ما دسته اصلی داریم که 70% زنها هستن یا 60-70% زن هستن که اونها خودشون مرد سالاری نهادینه شده دارن. خود اینها کسایی هستن که اصلا دارن مرد سالاری رو تقویت میکنن. خودشون کسایی هستن که میگن مرد باید خشن باشه، مرد نباید گریه کنه و حالا الکی یا به اشتباه اسم خودشون رو فمینیست هم میذارن خیلیاشون. این زنهایی که حالا اسم فمینیست هم رو خودشون نمیذارن خیلیاشون، اصلا همدیگه رو حمایت نمیکنن، سلامت روان خوبی ندارن. دیدی مثلا میرن با پارتنر همدیگه میریزن رو همدیگه، شوهر همدیگه رو نمیدونن فلان میکنن، تو محیط کار میرن همدیگه رو میکشن پایین، به خاطر اینکه اینها فکر میکنن من بدون یک مرد هیچم. اگر من میخوام موفق بشم، اون شوهرش پولدار، برم اونو مال خودم بکنم، من خودم به تنهایی که نمیتونم پولدار بشم. این اصلا دیدش اینه که من بدون یک مرد هیچم، پس خودشون به مردها میچسبونن، چه تو کار چه تو روابط خانوادگی همدیگر میکشن پایین، پشت سر هم غیبت میکنن. اینها زنانی هستن که محصول این پتریارکی ان. خب ولی ما دسته زنهایی رو داریم که زنایی که حالا واقعا فمینیستن. من به شدت از اینا حمایت میبینم. سیسترهود یا خواهرانگی خیلی زیادی دارن. یعنی انقدری که من از اینها حمایت گرفتم توی این 1 سالی که توی این فضا کار میکردم، از خانواده خودم حمایت نگرفتم. انقدر اینا هوای همدیگر دارن، انقدر مغزشون شاید خیلی جاها سالم تره و من اسمشون رو گذاشتم زنان خواب و زنان بیدار، چون من هم یک روزی خواب بودم. من بهشون نمیگم زن قوی و زن ضعیف، چون من از من همه زنا قوی ان. اگر تو میتونی یک بچه به دنیا بیاری قوی. خب من اسمشون رو گذاشتم زنان خواب و زنان بیدار. من هم یک روزی خواب بودم. من هم یک روزی میگفتم که دوست دارم مثل دهه 1970 50 وقتی که شوهرم میاد از سر کار، من با یه دونه اپرن چی میگن پیشبند با لیوان مارتینی من در رو باز کنم و میز چیده باشم. من هم خواب بودم. من هم دنبال یک شوهر پولدار بودم، به خاطر اینکه انقدر به من گفته شده بود که مامانم، عمم، خالم همه شوهر پولدار بکنی ها، شوهر پول. ببین آدم شستشوی مغزی میشه. خب ولی یه جای دیگه آدم ممکنه بیدار بشه، یعنی نه منم میتونم، نه منم جرأتشو دارم، یعنی جربوزه‌شو دارم. و میخوام بگم ما مردهای خواب و بیدار هم داریم به نظرم. من قبل از اینکه الان با تو صحبت کنم سوال احساس میکنم تو مردهای خواب باشی که هر جور تکونت میدن اصلا نمیشه بیدارت کرد. خب بعدم که نه، آدم دوگمی نیستی، یعنی وقتی با منطق میشینی با طرف میگی راست میگی، آره درست میگی. خب این آدم‌هایی هستن که میشه بیدارشون کرد به نظر من، این تکونشون داد اینا بیدار میشن. ولی آدمایی هستن که واقعا هر چقدر آدم تکونشون میدی اینا بیدار نمیشن. هر چقدر با فکت باشون حرف میزنی، مثلا میگه آقا بیا این عدد برو نگاه کن، برو گوگل کن، برو تو هوش مصنوعی، قبول نمیکنه، میگه نه اینا پروپاگانداست. خب این من چیکار کنم؟ من با این دیگه میتونم چیکار بکنم؟ میدونی؟ آره. و همین مرسی که دوگم نبودی. آره درست میگی. یه سری آدم‌ها خوابن، این منم حرفم دقیقاً همین بود. میگفتم دو سری آدم، حالا خوب و بد حرف تو قشنگ‌تره. یه سری خوابن، یه سری بیدار، چون واقعا خوب و بد چیز خوبی نبود، مقیاس خوبی نبود. آره من میبینم آدمایی که خوابن واقعا نمیشه بیدار کرد دیگه، چون خوابه یارو، هر چی بهش میگی چی نمیفهمه. و برای همینم الان یه سری آدم داریم میگن دنیا صافه و یه سری آدم داریم که مثلا همون فمینیستی که خودت توضیح میدی که یارو میگه فمینیست ولی فمینیست نیست. دمت گرم، مرسی که در صورت امروز اومدی، وقت گذاشتی. فکر میکنم بحث جالبی بود، من که لذت بردم. حالا این داستان رو جدا میگم، من یه دونه کانسالتیشن دارم که آدم‌ها رو تو بیزنسشون کمک میکنم. من از 100 تا آدمی که تا حالا کانسالتیشن داشتم فقط یه دونه خانم بوده، 99 تاشون فقط مرد بودن. لطفاً بیدار شین فمینیستا. جاکس. اقتصادی